دوستان میخوایم نهار بخوریم، بریم ببینیم تو باغچه میتونیم یه چند تا خیاری، گوجه چیزی بکنیم. خیار 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 خیار. اینجا یه دونه خیار هستش. به 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 به، خیار تازه. اینا هم سیب زمینیه بچه ها، سیب زمینی. اینا هم که میبینین پاچه باقاله، پاچه باقالا. اینا هم فلفل دلمه. این هم گوجه است. میخوام برم ببینم یه سیرم پیدا میکنم یا نه. بتونیم یه سیرم بکنی. بله، این هم سیر. بعد بچه ها میدونین این نوع سیر نه بو داره نه تنده، به این میگن سیر شیرین. توی این منطقه پیدا میشه، خیلی هم کمه، ریزه ولی نه تنده نه بو داره، خیلی خوشمزه است. نعنا 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 نعنا، اینم نعنا. من نعنا میخوام، بعد تو رو تنها میخوام. به به، عجب بویی هم داره. نعنا 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 نعنا. آره خودشه. اینم نعنا. بعد همین دیگه. این باغچه‌مونه بچه. اونم شالی هست، برنجه. اینا پاچه باقلاست که یه غذای باش درست میکنن، خیلی خوشمزه است. با ماهی شور میخوری اصلا سیرمونی نداری. این هم سیب زمینی. راستی بچه ها هندونه هم کاشتم. هندونه ها خربزه، هندونه ها گل داده. اینهاش البته این خربزه است، بغلیش هم هندونه است. اینجا هم هندونه کاشتم. فکر کنم چند روز دیگه براتون از هندونه خربزه ها فیلم بگیرم. بریم با این سیر و خیار و نعنا یه نهار مشت بخوریم. این هم مزرعه کوچیک ماست. به هر صورت بودو که بار.